با عرض سلام به بیننده‌های عزیز. برای درست کردن کوکیمون 1 لیوان و نصفی آرد، شکر 100 گرم. اگر شکر سفیدش رو زیاد بریزیم پف کوکیمون از بین میره. 100 گرم شکر قهوه‌ای، سفید و قهوه‌ای. سلام. برای آموزش سلام، امروز اومدم با آموزش کوکی. 1 لیوان و نصفی آرد، شکر قهوه‌ای و کمی هم شکر سفید 100 گرم، 1 عدد تخم مرغ، 2 قاشق بزرگ غذاخوری برای کاکائو، 100 گرم کره. کره‌مون که به دمای محیط رسیده رو می‌ریزیم توی ظرف و با شکر هم میزنیم. وقتی شکرمون رو با کرمون قشنگ قاطی کردیم 1 عدد تخم مرغ بهش میزنیم. وقتی شکر و تخم مرغ رو قاطی میریزیم قشنگ با آردمون رو با بیکینگ پودر و کاکائو الک میکنیم. باید 2 بار آرد رو با کاکائو اینا الک کنیم. وقتی آرد و بیکینگ پودر رو با کاکائو قاطی کردیم به موادمون اضافه میکنیم. آردمون رو با کره و اینا قاطی میکنیم. وقتی که قشنگ قاطیشون کردیم، وقتی موادمون آماده میشه روش یه دونه نایلون میکشیم، به مدت 2 ساعت توی یخچال میذاریم تا قشنگ جا بیفته. بعداً موادمون آماده است میاریم برای کوکی ها رو درست کنیم.